مثلا بعضی فکر میکنن من دوست دارم بگم که اینا مامان بابا من، که واقعا دوست ندارم. این چیزی که همش سعی میکنم ازش در برم، به خصوص حالا اون ور که نمیشناسن. اصلا واقعا من دوستایی دارم که چندین ساله دوستا من و اصلا نمیدونن راجع به شرایط خانم دیگه، چون چیزی نیستش که دوست داشته باشم بدونن. پیمان در معاشرت هم انقدر با مزه است که در متناش میبینیم ناره نه؟ ببین نمیدونم الان اینو بگم خودش ببینه ناراحت میشه. پیمان یک جوری بی‌مزه است در زندگی واقعی که من و خانومش هی بهش میگیم ما نمیدونیم تو چجوری پول در میاری از طریق بامزه بودن، چون واقعا بامزه نیست. میدونی در همطوری زندگی اینطوری یه چیزایی میگه واقعا اینطوری که پیمان چی گفت دلم بامزه یعنی اونجوری که هست با قیافش خیلی متفاوته. قیافه یکم خیلی جدی داره ولی خیلی خیلی نرم و مهربونه اتفاقا. یعنی تو همه این اتفاقات خیلی همراه هم بود و خیلی بهم حس بدی نداد. از مادر پدر قطعا شانس آوردم، یعنی در کنار بدیاشون مثل هر مادر پدر دیگه ای که حالا یه سختیایی با هم داریم، ولی خب قطعا از یه سری لحاظا شانس آوردم.